فقط با یک ذکر ساده به ثروتی باور نکردنی برس. درآمدت هر چقدر هم کم باشه، با خوندن این ذکر زندگیت پر از برکت میشه. ولی صبر کن، نکته‌ای که در پایان ویدیو بهت میگم راز اصلی رسیدن به این معجزه است. پس حتما تا آخر ویدیو همراه من باش. امروز میخوام با شما یکی از قدرتمندترین ذکرهایی که میتونه زندگی مالی و معنوی شما رو به این طرز شگفت آوری تغییر بده به اشتراک بگذارم. اگه مدتی درگیر مشکلات مالی هستید، احساس میکنید راهها به روی شما بسته است، این ذکر میتونه همون چیزی باشه که بهش نیاز دارید. ذکری که امروز به شما معرفی میکنم نیازی به هزینه یا وسیله خاصی نداره. تنها چیزی که نیاز دارید باور و استمرار در گفتن این ذکره. این ذکر به گونه‌ایه که حتی اگه درآمد کمی داشته باشی، با خوندنش برکت و رزق به زندگی شما جاری میشه و کاری میکنه که پولهای شما به این راحتی ها تموم نشه. باید هر روز این ذکر رو بخونید، فقط یک بار در روز. فکر نکنید زیاده رویه یا وقت زیادی میبره. فقط 1 دقیقه وقت بگذارید و روزی یک بار این ذکر رو با ایمان بخونید. یادتون نره هر روز، نه کمتر نه بیشتر، تا زمانی که به ثبات مالی و برکت واقعی برسید. حالا ممکنه که بعد از مدتی اثراتش رو ببینید، درآمد شما بهتر بشه، مشتریاتون بیشتر بشن یا حتی پروژه های بزرگتری بهتون پیشنهاد بشه. اینجاست که خیلی ها اشتباه میکنند و دیگه ذکر رو ادامه نمیدند. دوستان، حواستون باشه که حتی اگه به اون برکت و رزقی که خواستید رسیدید، باید ادامه بدید. این مثل یک مسیر طولانی، نباید بعد از طی کردن چند قدم اون رو رها کنید، چون ممکنه همه چیز به عقب برگرده. حالا بذارید کمی در مورد موانعی که ممکنه باعث بشه به خواستهاتون نرسید صحبت کنیم. خیلی وقتا افراد نمیتونن به رزق و برکت برسن چون ذهنشون پر از ترس و شک و تردیده. یکی از بزرگترین موانع نداشتن باور قوی به فراوانی و لطف خداست. باید باور داشته باشید که دنیا پر از نعمت و فراوانیه. این باور به خودی خودش نیمی از مسیر رو برامون طی میکنه. چرا؟ چون وقتی باور نداشته باشیم که دنیا پر از امکاناته، حتی اگه ذکر هم بخونیم، ذهن ما نمیتونه اون برکت رو جذب کنه. باید ذهن خودمون رو آماده کنیم که این ذکر اثر خودش رو بگذاره. اینکه شما فکر میکنید نمیشه یا من نمیتونم، بزرگترین مانعیه که جلوی ورود رزق رو به زندگیتون رو میگیره. شما باید به این حقیقت ایمان داشته باشید که خداوند مهربان هیچگاه ما رو بی نیاز از لطف خودش نمیذاره. از این به بعد هر وقت این ذکر رو میخونید، با تمام وجودتون باور داشته باشید که رزق و برکت از راه‌های مختلف به سمتتون سرازیر خواهد شد. حالا عزیزان من، اگه تا اینجا ویدیو رو دیدید لطفاً لایک کنید تا ادامه مطالب رو بهتون بگم. و اما یکی از نکات خیلی مهمی که باید حتما رعایت بشه، انفاق کردنه. هر ماه مقداری از درآمدت رو هر چقدر هم کم باشه به کسی که نیاز داره کمک کن. این یک قانون معنویه که وقتی از چیزی که دارید به دیگران ببخشی، خداوند هم برکت بیشتری به زندگی شما میده. اینجا یک نکته خیلی مهم رو باید در نظر بگیرید. وقتی انفاق میکنی نباید منتظر بازگشت اون پول باشی. نگید خب من این ماه انفاق کردم پس چرا پولی بهم برنگشت. این فکر باعث میشه اثر انفاقتون رو خنثی کنید. باید با قلب باز و خالص انفاق کنید. ایمان داشته باشید که خداوند از راه‌های مختلف شما رو بی‌نیاز میکنه. و اما نکته مهمتری که باید بدونید اینه که گنجایش و ظرفیت ما در زندگی چقدر اهمیت داره. خیلی وقتها
خودمون فکر میکنیم که خب من فقط همین مقدار درآمد رو نیاز دارم و همین مقدار هم به ما داده میشه. چرا؟ چون ما خودمون محدودیت تعیین کردیم. به نظرم این اشتباه بزرگیه که خیلی از ماها میکنیم. باید همیشه ظرفیت ذهنیمون رو بالا ببریم، این فکر کنیم که خداوند بی‌نهایت نعمت و فراوانی برای ما خلق کرده. وقتی شما ظرفیت خودتون رو بالا ببرید، به مراتب بیشتری از اون چیزی که فکر میکنید به شما میرسه. و اما ذکری که باید بخونیم قسمتی از آیه 29 سوره فاطره. این آیه قدرت فوق‌العاده‌ای برای جذب برکت داره و گفته شده که کسانی که به دنبال ازدواجند میتونن از کل این آیه استفاده کنند و گفته شده برای کسانی که شغل ندارند و دنبال کار هستند باید این ذکر رو همراه با سوره های مزمل و حوضه بخونن تا اثر بیشتری داشته باشه. و یک نکته دیگه که هست، هر شب میتونید سوره واقعه رو بخونید. این سوره به تنهایی معجزه میکنه و باعث جاری شدن رزق و روزی در زندگیتون میشه. به یاد داشته باشید که خداوند همیشه همراه شماست. باید ایمان داشته باشید که هر چقدر هم که درآمدتون کمه، برکت اون با خوندن این ذکر بیشتر میشه. و اما نکته پایانی که گفتم راز این معجزه است اینه که هیچ وقت گله و شکایت نکنید. غر زدن و شکایت کردن جلوی برکت رو بگیره. وقتی شما از شرایطتون ناراضید، به این معنی است که باور ندارید خداوند برکت بیشتری رو بهتون میفرسته. پس به جای شکایت کردن تلاش کنید که ظرفیت خودتون رو بالا ببرید و به فراوانی نعمت‌ها ایمان داشته باشید. هرچه بیشتر به خداوند اعتماد کنید و رزق و روزیتون رو به اون بسپارید، نتیجه بهتری میگیرید. حالا عزیزان من، اگه این ویدیو براتون مفید بود لایک کنید و نظرات ارزشمندتون رو در کامنت ها بگذارید. بگید که با این ذکر چه نتایجی گرفتید و آیا تغییراتی در زندگیتون ایجاد شده یا نه. کانال رو سابسکرایب کنید، زنگوله کناریش هم بزنید تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندید.